واقعیت امت در ماه رمضان، واقعیت این امت در ماه رمضان. ای برادر گرامی و خواهران روزداران، هر کسی که امروز در حالت عالم اسلامی در هر گوشه زمین و اطراف آن نظر نماید، می‌بیند که چی درد و علم و چی حسرت زیاده، چی بیماری های زیاده هر گونه امت دچار شده است. این زمان است که امت اسلامی در بحران های سخت و مصیبت‌های بزرگ به سر میبرند و دلیل روشنی انا همین برهان‌های بزرگ، انا همین زخم‌هایی است که از شمال تا جنوب طول میکشد و از شرق تا غرب همگی در این بحران‌ها این امت اسلامی گرفتار شده است و همه اینها به یک گونه سخت جان را می‌سوزانند و دل انسان هنگامی که به سوی این امت نظر می‌نماید در حال آب شدن و سوختن قرار می‌گیرد. برای همین برای هر یک مسلمان روزدار واجب است که این واقعیت را با دلش و با عقلش و با زبانش و دستش، با جانش و مالش و قلمش و دعایش احساس بکند، با تمام وجودش این را همراهی کند تا همه مسلمانان جهان یک صف در مقابل نیروهای بد و شر و این لشکرهای باطل با وجود گوناگونی ملت‌ها و رنگ‌ها و مذهب‌هایشان بایستد. و این گناه بوده نمیتونه مگر اینکه انسان با سوی کتاب الله و سنت پیامبر اصلا باز بگردد. و الله سبحانه و تعالی میفرماید ان هذه امتکم امه واحده، به درستی که این امت شما امت یگانه است. و انا ربکم فاعبدون، و من پروردگار شما هستم پس مرا عبادت نمایید. سوره انبیاء. و همچنین این ماه مبارک را از نسیم روحانی و احساسات پاکی که مسلمانان در آنجا در طول این ماها تجربه میکنند باید فرق کننده بگرداند، به سوی زودتر عملی شدن وحدت مسلمانان قرار بدهد. و این ماه مبارک یک ماه است که روح بندگان را با هم میپیوندد، محبت را زیج می نماید، ملت اسلام را یک جا در یک مسجد در یک صف جمع می کند و با این گونه آنها بر مشکلات های خود غالب می شوند، چون یک امت هستند، یک اله را عبادت می کنند و از یک پیامبر پیروی می کنند که همین است که دعا می کنند، دعایشان اجابت می شود. مردم روزدار تمام جهان نابسته از ملت و شخصیتش، نابسته از رنگش، در یک وقت روزه می دارند و در یک وقت افطار می کنند و در یک وقت نماز میگذارند که قلب آنها را، روح آنها را با همدیگر، احساسات آنها را با همدیگر میپیوندد که همه انسان در اینجا با همدیگر حس مینمایند که اینها امت یگانه هستند. همه این چیزها ما را با همکاری، با برادری دعوت میکند. همه این چیزها ما را بر وحدانیت صف یگانه داشتن و گرد آمدن در زیر پرچم لا اله الا الله و کتاب الله و سنت پیامبر جمع میسازد و وادار میکند که این کلمه است که انسان را به سوی حق راهنمایی میکند. کلمه لا اله الا الله که هر کی آن را بگوید، شرطها و رکنهای آن را به جا بیارد و از نواقض آن دوری بجوید، وای برادر ماست. چگونه که از مال و خون و جان و ناموس و آبروی خود حفظ و حمایت میکنه، از اون هم باید تو وجه از حمایت نمایه. این از وحدت، این از عزت، این از کرامت، این از قوت، این از توانایی که این ماه مبارک ما و شما را به سوی این جمع میکند. واقعیت زندگی و هستی ما را در این عالمی که زندگی داریم میپیوندد. پروردگارا اسلام و مسلمانان را نصرت و عزت ده. کلمه حق و دین را با فضل خود بلند بگردان و بر محمد و آل اصحابش و یارانش درود و سلام بی پایان بفرست.